اداره روسلخوزنتزور ولایت سراتوف و سمار خبر داد که کارمندانش در فرودگاه کروموچ شهر سمار تنها از 13 تا 19 سپتامبر ضمن تفتیش بغوج بیش از 5000 مسافر از تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان از بغوج 117 نفر آنها در عموم 297 از 38 کیلو محصولات تحت کرانتین از جمله چهارمغز، میوه‌جات، خشک میوه، چای و محصولات دیگر را مصادره کردند. روسلخوزنتزور گفت همه این محصولات مصادره شده را تحت نظارت متخصصانش نابود کردند. روسلخوزنتزور از سال 2012 وارد محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر را محدود کرده است. این نهاد میگوید هدفش از این محدودیت‌ها پیشگیری از آوردن حشرات ضرررسان و میکروب‌ها به روسیه توسط میوه و سبزیجات و خشک میوه هاست.